بفرمایید. چالش هم میدم شماره 7 آقای نیکو عزیز بعد از من صحبت کن. ببینید بچه ها یه نکته بهتون بگم، هر رولی که دارید روند معارفتون ذاتش روند ناسالم میبینه. اینکه شما بخواید به صرف تارگت زدن به یه بلوک مشکوک ترن معارفه به چند نفر بگید شهروند، عملا بازی رو برای خودتون خراب میکنید. چون ترن معارفه است، ممکن اصلا مافیا تارگت کرده باشه. این روندی که مثلا پایین به شماره 8 شما میگید چون من دیدم یه ادعا آدم دو سه رو تارگت کردن پس قطعه به یقین اینا شهروندن، قطعه به یقین مافیاست. اوکی، شما مافیا رو توی این بلوکه پیدا کردید ولی نمیتونی شهروند رو از تارگت زدن آدم رو پیدا کنی. باید صبر کنی روی کرده این آدم رو نسبت به آدمایی که اینا رو تارگت کردن ببینی. باید ببینی رفتار دوستی که مشکوک داری نسبت به آدمایی که ازشون تارگت خوردن چیه. شاید حتی بتونی دیالوگ یار به یار پیدا کنی یا تارگت مافیا به مافیا پیدا کنی. تو ذهن خودم بین 2 3 مشکوک بود، بین 6 8 هم مشکوک بود. تراکم شهروندی بین 4 5 7 9 داشتم ولی بازم حرف رو گوش میدم. روندو رو شهروند نبندید چون احتمال داره امروز شهروند زیر فشار بره. ببین آقای شماره 6 شما به نظر من یه گزاره غلطی رو نسبت به استفاده کرد. اینکه تصمیم گرفتی با من دیالوگ کنی به نظرم کار شهروندی بود. ولی اینکه می‌خواستی یه دارم زیادی رو در تارگت زدن که با خودت رو بکنی به نظرم کار اشتباهیه. چون روند 2 3 4 5 عملا نمیتونی بری بگردی زیاد مافیا پیدا کنی. باید ذهن تو جمع جور می‌کردی، یه نفر دو نفر هم اونجا تارگت می‌کردی. من تصویراتون فریز شد، نمیدونم صدای من هست؟ نمیفهمم صدامو دارید یا نه. صداتون رو میشنم. جان صداتون رو داریم علی آقا. اوکی، من تصویرتون تصویراتون برام فریز نمیبینم. حالا 7 صحبت کنه دوباره چالش میگیرم، لطفا بهم چالش بدید که بیام تو بازی. مرسی. ببین حالا اگه بخوام طبق تحلیل ذهنی پریوش بازی رو جلو ببریم، اون که تو معارفه بعد به من میگفت شهروند درسته پریوش، چون طبق تحلیل ذهنیت اگه می‌خواستی اونجوری واسه خود شهروند بچینی باید یه شهروند خرج من هم می‌کردی. ولی به نظر من تو پوزیشن مافیایی واسط خیلی آسون بود یه دونه شهروندم نیکو بگی و کار واسه خودت ساده بکنی. ببین سروش عزیزم، به نظر من اون خورده‌ای که از پریوش گرفتی اشتباهه، چون که توی معارفه چهاری یه تارگت اکتی به من زده، چون پریوش رسیده به شهروندی 4 باید تارگت اکتیشو فالو میکرده. منی که قبل از پریوش بودم و حرف زدم، پس پریوش واسه زدن به من نیاز به فکت داشته، نه اینکه از شهروندی 4 به خاطر اکتی که به من زده منو بزنه. این حرکت در نظر من مشکوک بود آقای سروش. بچرخ. دوستان چالش پریوش لطفا بعد من صحبت کن. ببین آقا راجع به من دو تا مدل حرف مختلف زده شد. یکی گفتش که می‌خواست فرازمایی کنه، صادق گفت می‌خواست دل یکو به دست بیاره. هیچ کدومش نبود صادق. من تو رو دیدم یک آن و اصلا چون فکر کنم بیشتر از پریوش دوست داشتم گفتم می‌خوام بهت فضا بدم، در صورتی که جفت تارگتایی که من زدم مشکوک‌های بازی بودن. پس فیلینگ من خیلی هم پس درست بوده. حالا من روی یکی فورس گذاشتم، به یکی گفتم اوکی فعلا بهت کاری ندارم. 3 همین کار کرد، 4 هم همین کار کرد. چرا فقط من دارم تارگت می‌خورم از بین اینا؟ چرا مثلا به 3 و 4 چیزی نمیگی؟ چون 4 هم به من اشاره کرد ولی فورس گذاشت رو 7. 3 هم به من یه چیزی گفت، فورس گذاشت رو 4. این کارا خیلی مشابه بود. من زیاد از حد تارگت خوردم در صورتی که تازه تارگت هم درست بوده. به نظر من صادق میتونی هنوز مافیا باشی، اصلا راه نداشت به پردیس بگی مافیا و بعد حتما یه ذره موضوع روش بهتر می‌کردی. باز میشتم، نمیخوام خیلی بازیمو تند کنم و از دور خارج شم. ببین آقای علی جوادی، من صرفا نظرم راجع به 4 و 5 گفتم ولی از کارتشون استفاده که نکردم. ببین یه 10 بلند میشه میگه من بین 8 و 9 هم مافیا دارم ولی چون 9 به 7 گفته شهروند بهش کاری ندارم. تو مگه میدونی به شهروندی نیکو قطعی رسیدی که چون 9 به 7 گفته شهروند پس به شهروندی 9 هم میرسی؟ پریوشی که به 7 نگفته شهروند رو تارگت میکنی. من به نظرم 10 هم مافیا. سوتن خودم راجع به 2 هم صحبت میکنم. به نظرم 2 هم الان جای بازی مافیاست. دوستان چالش صادق صحبت کن. ببین آقای پرهام، من که تو رو قطعی مافیای خودم دارم. من گفتم تو رو قطعی مافیا. الان صحبت کردی داری میگی که چرا تو به 5 پردیس تارگت زدی. من گفتم بین 1 تا 4 حتی 5. من اصلا پردیس رو تارگت نکردم که داری از این فکت برای مافیایی من استفاده میکنی. این فکت شماره 2. حالا صدف رو ببینید. صدف دقیقاً فکتی شماره 10
فکتی که من برای دو آوردم که داده دل یک رو به دست میاره رو آورده، بعد میگی که صادق تو با کارت یک وارد شدی. داده من اصلا فارغ از ساید یک گفتم من برنده یک رو فردا من کاری ندادم اصلا یک سایدش چیه. دوه مرسی. بعد من فکت داده، تو چجوری هم منو میزنی همون فکت دو رو دقیقاً هم فکت منو میاری علی جان، فکتی که برای پریوش آوردی فکت درستی بود، ولی از پوینت آف ویو من خانم شماره 5 هم دقیقاً همون کارو کرده بود که از همه طرف شهروند خطاب شد. دقیقاً رفت کسایی رو تارگت کرد که مشکوک شهر بودن و عیناً مثل پریوش بازی کرد. ولی من فعلا کاری ندارم. به نظر من حرکت سروش حرکت مشکوکی بود. میلاد جان تو با در مورد سروش هم صحبت بکنی. سروش معادله چید که من و خودتو یار شماره 6 گذاشت. چه جوری به این مسیر رسیدی؟ چه جوری متوجه شدی که بین من و شماره 4 بازی یه یار برای شماره 6 در نظر گرفتی؟ من که اینو متوجه نشدم. بین 8 به نظر من مافیا هست. اگر 8 شهرونده 9 قطعی مافیاست. پرام هنوز روز یک بازی، یعنی هنوز برآیند خاصی نرسیدیم که داری فکت شهروندی تو از این میاری که تو خیلی تارگت خوردی. بذار ببینیم آخر این دست چه اتفاقی میفته. به نظرم بین تو و صادق میتونه یه سایدی شکل بگیره. من این جنگو دنبال میکنم فعلا. صادق جان چی میخوای ازم؟ فعلا همینه، بریم. حالش بر صدف بعد از من صحبت کنه. این مشکل دو پرهام اینه که میگه 3 و 4 مثل من حرف زدن، چرا فقط من تارگت خوردم؟ این مگه واسه روز بلایند بازی اصلا صدق میکنه؟ مگه یارو دیده که بخواد رو تو موج تشکیل بده رو ما تشکیل نده؟ تو که به نظرم مشکوکی. چیه صادق؟ کسی راجع به فکتی که راجع به 2 آوردی با تو مشکل نداره. تو واسه چی وقتی راجع به 1 3 4 فکت نداری میگی 1 3 4 همشون مافیایین ولی نمیتونم فکت بگم، فقط فکت راجع به 2 میگم؟ پس فکت تو راجع به 2 بگو، بعد اظهار نظر دیگه هم نکن. به نظر من ساید درست بین 6 و 9. این 9 میگه پرونده 6 رو میبندیم تموم میشه میره، بعد خودش یک گزاره اشتباه راجع به پریوش به کار میبره. من اکتی زدم چون اونو شهروند داره، بعد به من میزده. من خودم حرف نیکو رو شنیدم ازش شهروندی گرفتم با اینکه اکتی زدم. چرا باید پریوش راجع به 7000 نظر کرده؟ به نظر من بین 6 و 9. باز چالش میگیرم حرف میزنم. من چالش داشتم. اولا که بهی برایندت کاملا شبیه روز معارفه من بوده. باید یه شهروند دقیق خرج من میکردی. بازم کاری به این قضیه ندارم صدق. من برات مافیام. یه نوحی قبل از من میخواسته فردا حساب دفتری تو رو بده دستت بری از بازی بکند بیرون. اون برات چیه که داری میفهمی من و پرهام با هم مافیاییم؟ که من صحبت روز برایند نفر دهم با این شروع کردم که پرهام مشکوکه، 6 هم مشکوکه، به خاطر اینکه از یک کارت مجهول شماره 1 استفاده کردن که پریوش منو تارگت میکنه، تو سری پشت سرش به من لایک میدی. پس علی جوادی رو اینجا باید تحلیل کنی که داره میگه تو 6 8 10 دنبال مافیا میگرده دیگه. تو چجوری میتونی باز به اون هیچی ممنون. نگی؟ صادق بی نهایت مشکوکه. چالش شماره 1 بعد از من صحبت کنه. ببین میدونی مشروعیت صادق کجاست؟ یه نوحی خب پا شده سردست چالش گرفته گفته روز معارفه، خب چالش گرفته گفته پرونده آقای صادق رو میبندیم. خب تو فقط 2 رو دیدی، خیلی مشکوکه دیگه. بعد خود 9 هم آخه مشکوکه. تو 6 و 8 رو با هم تو روز معارفه 6 و 8 رو با هم میزنی. بعد فکت پریوش واسه 2 و 3 به خاطر اینکه 2 و 3 رو داشته به من تارگت خرج شماره 4 نکرده. خورده ای که به پریوش گرفتی به نظرم خیلی بیخود بود. بین 6 و 9 منم معتقدم که ساید قطعی بین 6 و 9 مافیا پیدا میشه، چون سوش تو نمیتونستی 6 و 8 رو با هم دیگه باکس کنی. 8 که خودش مستقلا 6 رو مشکوک داشته. آخه بچه‌ها یه نکته بهتون بگم، کارتون اشتباهه. وقتی هم 6 حرف زده هم 8 حرف زده، هیچ کدومشون خودشون تصمیم گرفتن 9 رو دیگه تارگت نزنن. این چی میگم؟ ببین آقای شماره 6، شما به نظرت 5 ممکن بوده مافیا باشه. من میخوام بپذیرم این قضیه، اشکال نداره. این آقای شماره 9 معرفی گفته 5 به نظرم قطعی شهرونده. 7 که راجع به شما صحبت کرده به نظرم قطعی شهرونده. خودت هم قطعی به یقین مافیایی. تو با این گزاره‌ای که من سر صحبت راجع به استفاده کردم مشکل داشتی. مگه میشه یه نفر بعد از خودت به این شکلی نوعات کنه نخوای بری؟ اشکال نداره اگه حتی فهمیدی شهرونده باید راجع بهش صحبت می‌کردی. بعد گفتی آقای شماره 9 من به نظرم شما مافیا نیستی به این دلایل، حالا بیا منو تارگت نکن. نه اینکه کلا بخوای اسکیپش کنی از روند بازی بخوای بری جای دیگه تارگت بزنی. پس وقتی 6 خودش نرفته 9 تارگت بزنه، شما اشتباه میکنید با هر رولی میرید سمت تارگت کردن شماره 9. ببین خانم شماره 8 به نظرت شهروند بود که یه نفر رفت تارگتش کرد، کار اشتباهی کرد؟
خب من گفتم تو 6 8 10 به نظرم مافیا هست، 6 اومد خود تارگت کرد، راجع به منم اعلام موضع نکرد. خودت باید مشکوک تو ذهنت کجا باشه؟ بین 8 و 6 باشه دیگه. چرا از اون میخوای راجع به من اعلام موضع کنی؟ مرسی خب اون علی. تصمیمی که راجع به من اعلام موضع نکرد، رفت 2 رو تارگت کرد. خودت باید تحلیل کنی بین 6 و 2 به نظرت کی مافیا بود. مشکوک بود. چالش شماره 9 صحبت کن. آقا بهراد خیلی مشکوکه. بهراد عملا معارفه خودش رو ریخته دور. روز معارفه میخواسته چاره رو بکنه بیرون، اکتی مافیاش گرفته. الان به این نتیجه رسیده با چاره دیالوگ کنه که بیاد رو من بگه چرا به 9 تارگت نمیزنی استاد. همین شماره 1 علی جوادی بلند شده گفته بین من پردیس شماره 4 تراکم شهروندیه. تو اگر منو مافیا داری صاحب مجلس این تارگتت همون یکه. باید اول کارت یک رو تحلیل کنی بعد به من برسی بگی اون مثلا مافیا تو ماها مافیا داره. تو اگه منو پردی توش مافیا داری. به نظرم 3 خیلی مشکوک بود بچه. سایت بین من و شیشو تشکیل نمیخوام بدی. چرا منو وارد این جنگ میکنی؟ مرسی شیشو مافیا اسلام. داری بکنیدش بیرون. من الان میخوام تارگت اصلی فورس شیشو بشنوم چیه. هرچند به نظر معارف خوبی وقت نداشت. شما تمومه. ببین یه فکت شهروندی برای خودم میارم. بین کسایی که صحبت کردن قبول دارین که قطعا مافیا بوده تا الان دیگه. روز یک که همه کسایی که الان صحبت کردن که شهروند نبودن، هر کی صحبت کرده هر تارگتی داشته با شیشه جوینش کرده. یعنی اون که 2 رو داشته گفته بین 2 و 6، اون که 8 رو داشته گفته بین 8 و 6، یکی گفته که بعد گفته 9 و 6. یعنی همه تارگت های ذهنیشون رو یه 6 رو گذاشتن کنجش. این به نظر میشه فکت شهروندی شماره 6. پس دیگه به شماره 6 تارگت نمیزنی. 6 میشه قفل شهروندی شما. ببینید من الزامی نمیبینم که یه شماره 9 توی روز معارفه وقتی اومده گفته فردا میخوام بدمت بیرون، من حتما فردا بجنگم توی چالشم فقط اونو بکوبم. من شماره 10 رو شنیدم، به نظرم مافیایی تر اومده. شماره 10 صحبتش برای مافیایی تر اومده. 5 پردیس و کسی الان فهمید چی گفت؟ من 5 الان تارگت میکنم. 5 من واقعا نفهمیدم چی گفت. اصلا ممنون. صحبت های 5 من نفهمیدم. من الان 2 5 و 9 رو تارگت دارم. چالش من میدمش به شماره 2 بعد از من صحبت کنه. ببین خب آقا مشکوک این نوع هم مشکوکه. ببین علی جوادی تو با این تحلیلی که کردی میدونستی باید بگی 6 و 9 به احتمال زیاد پس با هم دیگه یا چش باز کردن یا شیشه با ایگنور کردن 9 رفته واسه اینکه 9 رو با خودش چین بکنه. چون شیشه با تارگتی که به 10 زده تارگت پاور بوده. یعنی که به محض اینکه پریوش رفته 10 رو تارگت کرده، شماره 8 رفته 10 رو تارگت کرده، چالش گرفته رفته 10 رو زده. پس اگر 9 و 10 و پس ذهن شهروند داشته باشی واسه شیشه راحت‌تر بوده بره 9 رو تحلیل بکنه تا اینکه بره 10 رو بزنه. پس اینجا این چینه واسه من نمیخوره آقا. این 9 هم چون واسه من مشکوکه. ولی ساید درست به نظرم تو همون 6 و 10 باید باشه. یعنی اینا این تارگتی که این شیشه رفته به 10 زده تارگت خیلی مشکوکیه، تارگت پاوردار بوده. پس حرف بزنید من اینجا اظهار نظر میکنم. صادق الان 7 مافیا داری تو یا چیزی نداری؟ چون ایگنور کرد حرفت، گفت تو رو ول کن با این فکت شهروندی تو رو ایگنور کرد کاملا. آقا من حس می‌کنم داریم وقتمون رو تلف می‌کنیم. یعنی یه سریای تارگت‌ها رو زدن بعضن کلا مسیر رو برعکس میرن. چیکار می‌کنه آقا؟ ببین سروش تو چجوری به بهراد رسیدی؟ یعنی این همه آدم دارن میگن تو راجع به 6 اظهار نظر کردی، اصلا کارتو نمیگفت بری به بهراد تاگ بزنی. خودت گفت چی شده؟ لحظه اجازه بده. ببین شماره 6 تو لحظه میدی اول جمله چی گفتی؟ گفتی من دیگه نمیخوام به 6 به 9 تارگت بزنم. آخر جملت گفتی 5 و 9 با هم مافیان، گفتی مشکوکن. تو آخر جملت اول جملت رو نقص کرد. من فکر کنم واقعا 6 مافیاست. یعنی میتونید آقا به 6 رای، من به 6 رای میدم. به نظرم مرسی از 5 هم شما. شهره. وقت شما تمومه. چالش میدم به صدف ولی بعد من صحبت کنه. بچه شروع صحبت پرهام چجوری پرهام مشکوک رو نمیبینید؟ شروع صحبتش این بوده که چرا بین من و بهراد و 4 و 5 فقط من تارگت میخورم، الان به 9 خورده میگیره که تو چرا رفتی به 3 زدی؟ خب پس تو بین اونا مگه مافیا نداشتی که فقط تو تارگت میخوردی؟ الان شروع صحبتش میگه تو چرا به 3 زدی فقط. ببین من که 2 رو اصلا بهش رأی 1 و 2 میدم، به نظرم خیلی مشکوکه. بعد سروش تو الجوادی رو چی داری الان؟ مافیا داری یا شهرش داری؟ نمیشه دیگه. یه علی جوادی بلند شده به تو تارگت نمیزنه ولی 6 و 8 رو تارگت میکنه. چرا؟ چون دیگه به تو تارگت نمیزنن. بعد خب تو باید بذاری ما یار نوهیم دیگه، درسته یا نه؟
بعد شیشه بلند میشه میگه من دیگه به 9 کار ندارم، 9 هم بلند میشه میگه دیگه من به شیشه کار ندارم. 9 که پروندهش رو میخواسته فردا ببنده الان میگه بچه‌ها دیگه به ساید ما مگه چیکار دارید شما؟ ببین 9 که به نظرم قطعی مشکوکه، من اصلا از 9 پایین نمیام. 2 به نظرم مشکوکه، این همه 6 داره تارگت میخوره، بعد فردا اصلا رفت خون مافیا، فردا میخوایم چیکار بکنیم بعدش؟ به نظرم 6 هم نمیتونه مافیا، چون همه یه تارگت میزنن ولی میگن بین 6 و 9 سایدو باز کنیم، یا 6 رو باید سخت ممنون. داشته باشی یا 9 و نمیشه که فقط بگی هر تاشون مافیان، هر تاشون ساید داره بینشون. من چالش داشتم. خب ببین من بازم میخوام راجع به مشکوک بودن 9 صحبت کنم اینجا. ببین سروش تو نباید بری به بهراد تارگت بزنی. چرا؟ چون اولین کسی که گفته تو 6 و 9 مافیا هست 4 میلاد جان نثاری بوده. بهراد چی گفته؟ گفته 2 و 6 مشکوکن و 8 و 9. خب تو خودت الان 8 صحبت زدی رو گردنت، پس همین اینجا هم با بهراد هم نظری. چجوری میتونی بهراد رو تارگت بکنی؟ 9 بسیار واسه من مشکوکه. من فکر می‌کنم 9 و 6 حداقل یه مافیا بینشون هست. آقای شماره 1 من بین 8 و 9 و 10 که شما گفته بودی 8 و الان تو داره به 9 تارگت میزنه کاری ندارم. من خودم بین 8 و 9 خیلی مشکوک وقت دارم. شما تمومه. مرسی. مرسی. چالش میدم به صادق، بعد از من صحبت بکن. ببین من اینجوری براتون بازی رو تحلیل کنم. تو خودم، پردیس، محمد نیکو و علی جوادی باشه یک مافیا و حتی 4 میلاد جان نثاری. بقیه به نظرم پر مافیا هست. خانم شماره 8 معتقدی شماره 2 مشکوک، خیلی مافیایی صحبت کرده. پوزیشن کاورش چی شو داشتی؟ چرا دیگه شیشو رها میکنی میگی بره با من سایت بگیره؟ چرا الان دیگه شیشه رو اینجا مشکوک میذاری؟ تو الان پوزیشن کاور شیشه رو داشتی. خانم شماره 10 هم خیلی مشکوک هست. بچه‌ها من پردیس و نیکو رو میذارم شهروند، چون اینا اگر که مافیا بودن نمی اومدن اینجا خودشون به من این روز مشکوک بکنن. حداقل با معارفه که بهشون تا فرصت شهروندی داده بودم بازی میکردن. پس من 57 رو میذارم شهروند. تو 3-4 قطعی مافیا هست. من فکتای بهراد رو آوردم براتون. خود بهراد مسئول تارگت زدن به میلاد، به علی جوادی بوده که بلند شده دو تا وقت مشکوکش شما من تمومه. تارگت زده. من روی رأی 1 و 2 میدم. من چالش داشتم. ببینید بچه‌ها، یه نوحی بلند شده روز معارفه گفته که پرونده شماره 6 رو فردا میدیم بره. خب وقتی که من فردا نزدمش نمیتونید بگید بین 6 و 9 سایده. من خودم ساید رو نپذیرفتم. شما چجوری بین 6 و 9 وقتی 6 هیچی به 9 بعد یا بگین جفتمون با هم مافیاییم یا بگین جفت با هم شهر، وقتی که من خودم وارد جنگ با 9 نشدم. شماره 9 میگی 5 پردیس شهره، منم میگم شهره. 7 میگی شهر، منم میگم شهر. من یه مافیا شماره 2 دارم، یه مافیا شماره 10. شماره 2 برایندش در طول این بازی چی بوده؟ وقتی که دیروز تارگت کش شده به قول مرسی. خودش، وقت شما امروز تمومه. فقط یه تارگت داشته، رو موج سوار شده گفته 6. علی جوادی لطفا صحبت کن. اول من صحبت کنم. خب ببین صادق جان، مگه نرسیدی به اینکه 9 میتونه شهروند باشه؟ درست شنیدم اینو دیگه. این خانم شماره 10 میگه 8 رفته 9 تارگت کرده، من دیگه نمیخوام کاریش داشته باشم، به نظرم شهروند شده. تو فهمیدی این که بین خودت و 9 سایت هست یک حرف اشتباهیه، یک گزاره غلطی. آدمایی که این گزاره غلط آوردن تو بازی رو باید تارگت کنی. دو که اصلا نگفتی بین تو و 9 تو بازی مافیا هست. اصلا دو اینو بیان نکرده که بین تو و آقای شماره 9 تو بازی مافیا هست. ببین سروش، باید ذهنتو جمع‌جور کنی. تو ترن معارفه وقتی رفتی 6 رو تارگت کردی به 57 گفتی شهروند تارگت نخوردی. امروز که رفتی 3 رو تارگت کردی تارگت خوردی. پس باید فکر کنی که روندت داشته میرفته سمت روند اشتباه، یعنی ممکنه شهروند تو بازی تارگت کرده باشی. پس باید بری بگی 3 هرچیه بین اونایی که امروز 0 تارگت کردن تو بازی مافیا هست، چون تو برند تو عوض کردی. ببین آقا جرم 9 تو ذهنت چی بوده خانم شماره 8 که براتون قطعی شده مافیا؟ این بوده که 6 رو ول کرده دیگه، درسته؟ پس 6 تو ذهنت مشکوک بوده. آره دیگه، چون 6 رو ول کرده، 6 رو 0 تارگت کرده، 6 رو امروز ول کرده، 9 به نظرتون مشکوک شده. امروز تارگت 6 شماره 2 پرهام، شما دیگه نمیتونی بری بس 2 رو تارگت کنی، ممنونم چون علی 6 آقا. شخصیت مشکوکیه تو ذهنت، انقدر مشکوکه 6 رو اصلا مافیا نداری. پس دیگه 9 هم نباید تارگت کنی. خود 6 دیگه من سایدم با 9 یکیه. وقت مگه شما میشه اینا رو تمومه. قبول؟ مرسی. من صحبت کنم. ببین سروش، من بازم میخوام با تو صحبت کنم.
میدونی فکت تو چیه؟ تو چجوری میتونی 5 و 7 رو با هم شهر بدونی، من و پریوش رو با هم مافیا بدونی؟ هفته علنا صادق صحبت کرده، گفته اسم منو نیارید، من دارین چین میکنین. هفته تصمیم گرفته دوباره چینش کنه. خب و تو 7 رو اینجا داری شهر میذاری. من هم صادق رو چین کردم، پریوش هم صادق رو چین کرده. تو نمیتونستی اینجا این کار کنی. بعد من و پریوش با هم مافیاییم که چالش رو از پرهام گرفته، گفته 10 مشکوکه، یارش رو انداخته این وسط که سروشی که قبلا سایت گرفته بوده و قبلا اینا رو بیخیال شه. من پرورش با هم یاریم. صادق که علنا توی ارور، بارها هم گفتم توی این قضیه، چون صادق من اینجوری میزنم که پرهام یارته که داری منو باش چین میکنه. یعنی همینه، یعنی فقط فکتت همینه، چون من تو دور معرفی گفتم 2 و 6 تا بهت برخورده. آره همینه. من امروز رای میدم، رای یکم به 6 و 9. قطع به یقین اینجا مافیا هست. یکیشون تصمیم، من که دوتاشون رو مافیا دارم، اگه واقعا اینطوری نباشه همین 6 قطعیه، چون 9 داره هی ذهنش به نظرم میچرخه. 6 و 9 ها حتما من رای یک میدم. خیلی ممنون دوستان. حرف هر 10 دوست رو شنیدیم. از سمت علی جوادی رای گیری میکنم به سمت خانم صدف. لطفا دستاتون پایین باشه موقع رای گیری. خیلی ممنون از اینکه دستاتون گوش میکنید. دستاتون پایین باشه. مرسی. رای میگیرم برای شماره 1 رای. رای میگیرم برای شماره 2 یک از شماره 3 یک از شماره 4 یک از شماره 8 یک از شماره 6. دستا پایین. رای میگیرم برای شماره 3 یک رای شماره 7 یک رای شماره 9. رای میگیرم برای شماره 4 بینگو. رای میگیرم برای شماره 5 بینگو. رای میگیرم برای شماره 6 یک از شماره 2 یک از شماره 3 یک از شماره 4 یک از شماره 10 یک از شماره 9. 5 دستا پایین. رای میگیرم برای شماره 7 بینگو. رای میگیرم برای شماره 8 یک از شماره 1 یک از شماره 9. رای میگیرم برای شماره 9 یک از شماره 7 یک از شماره 8 یک از شماره 10. دستا پایین. رای میگیرم برای شماره 10 یک از شماره 6 یک از شماره 5 یک از شماره 1 یک از شماره 9. دستا پایین. به این ترتیب شماره های 2 6 و 10 وارد دفاعیه میشه. از آقای پرهام بفرم. دوستان من فکر میکنم کار بهتری که 2 نفر تو دفاع باشن که درباره داشته باشه صحبت کنن. نظر شخصی منه و نمیدونم چرا نفر سوم مورد بالا. روی صحبتم با شماره 3 و 4 شما گفته بودین که 3 رو نمیدونم ولی 4 گفته بود سایت بین 6 و 9. چرا به من رأی دادی میلاد جان نصاری؟ من واقعا دوست دارم آروم بازی کنم و نمیخوام اصلا آمبولی اذیت کنم، بازی رو به هم بریزم. پریوش تو ترنت فهمید چی گفتی؟ گفتی پرهام چرا به 9 گیر دادی 3 رو بزنه؟ من هیچ وقت نگفتم 3 به نظرم میتونه مافیا باشه. من گفتم 9 تو با کارت خودت نمیتونستی به 3 تارگت بزنی. کارت چیزای دیگه میگفته. تو اگه 9 میدونی 6 شهره، برو کسایی که مثل 4 مثل فکر کنم خود تو که گفتید اینجا سایده رو، برو اونا رو تارگت کن. من خیلی حرفم درست بوده. لطفا من رأی ندین. اصلا هیستوگرام بگیری ببینید چند بار اسم من اومده، چند بار اسم صادق، چند بار اسم سروش اومده. من نباید وارد دفاعی میشدم که الان وارد دفاعی شدم. حتی الان اصلا سروش نیومده، صدف اومد. درست میگم؟ نمیدونم آقا. میتونید بذارید برای بازپرسی، میتونید منو صادقو بذارید برای بازپرسی، ولی به نظر من صادقو از بازی میتونید بکنید بیرون. بین 9 و 8 هم میتونه ساده بازپرسی درست باشه. دارم بهتون ایده میدم که فکر کنید راجعش. من شهروندم واقعا. ممنون. وقت شما تمام. ببین من حداقل فکت شهروندیم اینه که از اول بازی وارد جنگ ها شدم و تموم سایت های مختلف بازی منو یک سر تارگتشون کردن. درسته؟ کاوری هم که نداشتم در طول این بازی. درسته؟ یعنی هیچ اگه مافیا باشم هیچ یاری هم نداشتم که حتی سعی کنه بازی رو از روی من ببره یه جای دیگه. هر کسی دنبال سایت گشته اومده شیشو یه طرف سایت گذاشت. حالا من فکت شماره 10 هم یادم امروز به نظر من رأی بدید به شماره 10. چرا؟ شماره 10 داره میگه که صادق شماره 2 یادته، یعنی آخرین نفر گفت به نظر من 2 یادته که داری با من جوینش میکنی، ولی رأی 1 و 2 من 6 و 9 هن. به 2 رأی نداد. میگم یادمو بده بیرون. صدف بهت اشاره دادم گفتم 2 یادمو بده بیرون. اگه نگفتم تو چجوری پس میگی 2 یار منه؟ منو مافیا نداری 2 یارمه. جمله خودشه. این فکت برای روز 1 به نظر من یه فکت ولیدیه.
این با دست من بازی کنید. امروز فقط 10 بدید بیرون، من فردا میام توی بازپرسی. مرسی، جواب وقت گوی شما نزن. تمام است. نفر بعد. خب صادق، اگر تو هر سایدی تو رو چنکن، چرا با دست تو بازی کنم؟ پردیس رأی یکت به من چی بود؟ تو 6 و 9 و مافیا نداری، 8 و 7 هم که باید شهر داشته باشی، تو 3 و 4 هم که مافیا نداری، چرا به من رأی یک دادی؟ اصلا من واسه چی باید بیام بالا؟ بچه یه هفتی آخر صحبت گفته 10 قفله، گفته 10 قفله، خب گفته 9 بیاد، 9 نیومده بالا. خود شما راجع به 8 هم داشتین صحبت می‌کردین، 8 نیومده بالا. من مشخصا بعد یک یا دو تا مافیا اومدم بالا دیگه. مگه میشه که اون دو تا قبلی من شهروند باشن و من با 4 تا رأی، فقط با 4 تا رأی یهو بیام توی رأی روز یک برای دفاع؟ من از پردیس و علی جوادی خواهش می‌کنم دستشون برای من بندازن. من نمیتونم چنین مافیایی باشم که بخوام بگم بین 6 و 9 حتما مافیاه، 9 نیاد برم عملا بگم که تو 6 و 8 من داره ذهنم با 8 بازی میکنه، 8 هم نیاد و خودم بیام. و ببین این 7 و 8 هر دوشون با منو شهر داشتن، 3 و 4 که من مرسی. صحبت نکردن. بعد صادق اگر دو یار منه، دو یار منه، خب دو رو بده بیرون. چون منو میخوای بدی بیرون؟ چون وقت شما اگه اونو تمومه. بیس مافیا گذاشتی ممنون. منو نباید بدی بیرون. یک و 5 لطفا مرسی. حتما دستشون رو برای من بندازن، من نباید بازی برم بیرون. مرسی. خب دفاعیت هر دوست، سه دوست رو شنیدیم. شما سه نفر به هم حق رأی دادن دارید. لطفا دستاتون پایین باشه موقع رأی گیری. خب رأی گیری میکنم برای آقای پرهام شماره 2، 1 رأی. رأی گیری میکنم برای شماره 6، 1 2 3 4 5 رأی. شماره 4 2 1 9 10. رأی گیری میکنم برای شماره 10 خانم صدف، 1 رأی. آقای صادق. آقای صادق وصیت. خب خود رأیگیری که فقط شهروندی من بود دیگه. حالا استعلام میگیرید میخونه شهروند. این وسط سروش که قطعی مافیا میشه، چون سروش واقعا جایی نداشت که به من رأی 2 بده. سروش خودش 10 و مشکوک داشته، درسته؟ 10 و مشکوک داشته، منم نه مشکوک داشتی. 10 با تو دیالوگ کرد، 10 به تو زد، تو به 10 زدی، من 10 رو دارم وصیت تارگت میکنم. تو رو ول کردم، گفتم تو شهروندی، شهروندای تو 57 هم میگم شهروند. سروش چجوری به من رأی 2 میدی؟ سروش قطعی مافیای این بازیه. خب میلاد جان نثاری هم جا نداشت به من رأی بده به نظرم. و از طرف دیگه بین پرهام و صدف هم قطعی یک مافیا حداقل هست، چون نمیتونم بگم اینا 3 تا شهر بودن و من 5 تا آوردم، اونا یکی آوردن. بنابراین فردا منو میخونه شهر، بین 10 2 4 و 9 دنبال مافیاتون میگردم. خیلی ممنون. مرسی. شب دوستان.
دوستان با اعلام من روزه. خب تصویر 9 نفر رو میخواد، تصویر 8 نفر رو دارم. شماره 2 آقای پرهام. بسیار عالی. دیروز در روند رأیگیری که خداحافظی کردیم با آقای صادق و اما دیشب خداحافظی کردیم با آقای شماره 3 و بهراد. مرسی. دوستان استلام وضعیت. خب رأی میاره از دک شما 2 شهروند خارج شده. خب بازپرسی داریم بین شماره های 8 و 9 بازی. شماره 9 بفهم. خدا رو شکر، یعنی من بهترین بازپرسی ممکن، دم بازپرس گرم. حالا بریم ببینیم دیروز چی گذشته. شماره 8 بازی یه جای بازی به من اومد تارگت زد که چرا دیگه نمیری به 6 صادق تو این بازی بگی مافیا. دقیقاً بازیشو اینجوری شروع کرده بود. خودش باید اگه دیگه 6 صادق رو نداشت باید به من هم میگفت شهروند، روش کارت صادق باید میرفت فقط 2 رو گردن میگرفت. نه آقا، خود پریوش که به نظرم مافیاست، تو رأی دعاش هم باید مافیا بوده باشه. رأی دعای صادق میتونم یه بار دیگه ببینم، خودم بودم، علی جوادی بود، میلاد جانصاری بود، پردیس هم بود فکر کنم. آره 4 اینجا به نظرم میتونه مرسی. مافیا باشه. بچه ها ببین، من که اینجا موزه دارم، خب چون اصلا بالفرضم که من مافیا باشم 6 و شهروند گرفتم و بهش رأی ندادم، پس شما نمیتونید به منی که رأی ندادم تو بازپرسی رأی بدید. این که از این 8 4 رو شهروند داشته، 3 رو شهروند داشته، 7 هم شهروند داشته، به 9 3 هم شهروند داشته. من به کدومی که از اینا تارگت زدم؟ به 4 تارگت زدم، به 7 تارگت زدم. به کی تارگت زدم که تو به مافیایی من رسیدی؟ ببین 9 رو که قطعی میدی، اصلا حق رأی دادن به من ندادی، چون من هیچ جای بازی اشتباه بازی نکردم. به یه 2 فقط تارگت زدم که حتی به اونم رأی 2 ندادم. 4 رو شهروند داشتم، 5 رو شهروند داشتم. به 7 که اصلا با کارت شهروندی من وارد شده، تو هم بهش نگفتم. 10 که شهروند دارم. ممنون. الان نمیدونم چیه، ولی شما حق رأی دادن به من ندارید. هیچ جای بازی اشتباه بازی نکردم. مرسی 9 از شما. بره بیرون به خونه مافیا، 1 هم یارشه. آقای سروش موظفید بفهم. فقط 9 رو بدید بیرون. خب یار من الان کیه؟ ببین من دیروز بلند شدم گفتم توی 1 5 7 نهایت، نه دیگه 1 که نمیتونین تارگت، اون بازی ازش سر خورده. اگه کسایی که باید بهش تارگت میزدن نزنن، تو باید بگی پس من یارام انداختم تو سایت. دیروز رفتم بلند شدم گفتم بین 3 و 4 و خودتو اون شماره 6 شده پر مافیاست، که خب باید بگی یارام اینجوری رفتم من تارگت کردم. نه، تو که مافیایی، خود صدف هم مافیاست، بین پرهام و میلاد هم یکی نشسته، بقیه شهروند. نیکو شهروندی به من رأی نده. نیکو شهروندی به من معتقدی که رأی نده. یه 2 یار منه دیگه. من دیروز 2 رو من بهش دیروز به 2 گفتم مافیای بازی، پس من لوکیشن یار دادم دیگه. تو حتی یارم نمیتونی برای من تصور بکنی اینجای بازی. بعد از اون یه چیز دیگه هم میخواستم. آها، تو میگی مگه نمیگی بین رأی 2 ها باید بگردیم؟ بعد از یک سر خورد. چرا از یک سر خورد؟ یک رأی 2 داده به 6، چرا باید از یک سر بخوره؟ تو خود جملت اینه که بین رأی 2 ها مافیا نشسته، چرا باید از یک سر بخوره ولی 4 که رأی 2 داده مافیای تو باشه؟ بازی میکنید فقط سروش میره بیرون دوستان، فقط سروش. من هیچ جای بازی اشتباه بازی نکردم که بخوام از بازی برم بیرون. موظفید بازی کنید 9 که رأی 2 داده رو بدید بیرون. شهروند خورده، مگه ساید بین 6 و 9 رو نمیخواستید باز کنید؟ باز شده دیگه، 6 رفته خونده شهروند، 9 رو باید بدید بیرون. تموم شد رفت. ممنون. وقت شما تمام. دوستان به غیر از این 2 دوست بقیه دوربینا خاموش. خواب نیمروزی. مرسی. روز دوستان. خب به اکت بازپرس، ادامه بازپرسی
شما دو دوست دستاتون مشت کرده جلو خودتون، رأیتون رو بشمونید. از شماره 10 بیا روی مایک خانم صدف، یک عدد بگو، با دست نشون ندید دوستان لطفا. مرسی. 9. آقای نیکو، من نمیفهمم اون چنده. 9 هست. 9. 9. 9. 8. آقای سروش آقا وصیت. به این چجوری من رأی دادی؟ من بستم که یه دونه شیش شهروند رو کنسه بدم. خب چرا باید بیام زیرش رأی 2 بکشم؟ یه جا گفتم آقا من این شیشه رو مافیا ندارم، مافیا داریدش بکنیدش بیرون. چجوری بستم اینو کنسه بدم؟ چرا باید زیرش رأی 2 بکشم؟ تو کثیف کردن ازش عقب نیفتم. من که شهروند بودم. علی جوادی شهروند، نیکو رو خیلی باش دیالوگ کردم. نمیدونم نیکو هم شهروند، پردیس هم شهرونده. به نظرم تو اینا باشه نهایت یه مافیاست. نمیدونم. خب 8 تا که بکنید بیرون. علی جوادی تو فقط اینا میتونی بکنیش بیرون. 8 تا بکن بیرون. 4 هم به نظرم مافیا هست. توی 10 هم ببین علی 10 مافیا نباشه باید بزنید زیر تیبل شهروندی 57 دیگه. خیلی ممنون، وقت شما تمام. مرسی، ممنون از اینکه با ما بازی کردین. دوربینتون رو ببندین. خب دوستان، ساید پلیر خارج شده شهروند. از شماره 10 با تعارف چالش بفهم. شماره 1 صحبت کن. آقا مگه این شیش خودش دیروز نگفته من سایدم با ساید اون یکیه، رأی دادید رفته بیرون خونده شهروند، بعدش تو بازپرسی رأی دادید؟ من دوباره تصویر برام فریز شد. صدا میاد؟ بله، صدا شما که میاد. بله. امروز تک رأی تک دفاع خانم شماره 10 میاره تو دفاع از بازی. هر کی مافیا باشه 10 که مافیاست. تارگت رو من بزنید بیارم تو دفاع. سوپر برایند دیروز بودم. این 9 کی بوده؟ شهروند. 3 کی بوده؟ شهروند. دیروز 9 رفته 3 رو تارگت کرده. گفتم آقای شماره 9 از جایی تارگت خوردی که دیگه رفتی 3 رو تارگت کردی، پس باید فکر کنی تارگت تو بازی شهرونده. شات 3 میگفت 9 شهرونده. مگه میشه فکر نکنید 5 و 7 شما رو مافیا ندارم انقدر دو تایی رأی دادید به 9؟ مگه میشه اصلا این مدلی بازی کنید؟ نمیفهمم. بین 4 5 7 به نظرم یه مافیاست، بین 2 و 8 به نظرم یه مافیاست، 10 سیفه. امروز هم میدید 10 از بازی بره بیرون فعلا. نیکس. مرسی. نه من که مافیا نیستم. خود جوادی به نظرم مافیاست. چجوری میتونی به 7 بگی شهروند، 7 بگی شهروند بهش تارگت نکنی؟ 7 کسی بوده که داشته صحبت میکرده با خود شما دیروز، گفته که 10 قفله و فقط 9 مافیاست. بعد چجوری میتونی به اون بگی اون فهمیده من شهروندم، یه 7 فهمیده من شهروندم؟ نه من که شهروندم. امروز بدید بیرون که باختیم. 2 رو بازپرس دارم. دیروز میگفت 8 و 9 بعد بیان بازپرسی. بازپرس غیر از 2 بیاد. من خودم توی 1 4 و یا پریوش دیگه، پریوش هم که دیگه اینجا میتونه تو ساید بازپرس بشه. اینجا مافیا دارم. خود الجوادی رو من امروز نمیتونیم الان برای راجع به 7 اظهار نظر کنیم. 7 دیروز منو قفل کرده. 7 دیروز منو قفل کرده، گفته 9 بره بیرون. من شهروندم ولی بازم حالا چالش میگیرم. فعلا گوش میدم چون امروز روز مهمیه دیگه. چالش میراد صحبت کن. من چیم واسه تو الان باید بلند شی منو گردن بگیری؟ من اولین نفری بودم که سایت گفتم بین 6 و 9. جفتشون خونده شهروند. تو الان باید بلند شی من 7 چی 7 حالا یه جایی تو رو قفل کرده که کرده. نه ببین من و تو میگفتیم سایت بین 6 و 9 درسته؟ من میدونم شهروندم و تو قطعی مافیایی. تموم شد. علی جوادی هم من که میکشم زیر تو. بچه من 1 رو که مافیا دارمش. خب 1 به نظر من مافیاست. اصلا 9 رو که مافیا گرفته بودم از رو مافیای 1 بود، چون خیلی با 1 بازی میکرد. من 1 رو دارم. بعد شما الان مگه به 6 رای ندادی؟ چجوری رسیدی که الان پس چرا منو تارگت نمیکنی؟ مگه تو بازپرسیت رایت من نبودم؟ پس چرا الان من تارگت نمیشم؟ چرا میگی بین 2 و 8 یک مافیا نشسته؟ من که 2 رو مافیا داشتم خودم. چرا اون دیروز به ساید 2 و 8 نرسیدی؟ الان میگی بین 2 و 8. ببین من که 1 رو خودم مافیا دارم. از اون طرف 5 رو بعد 1 به 5 و 7 که رای دادن به شهروند، به شهروندی اونام رسیده. یعنی به شهروندی 5 و 7 هم رسیده با هم دیگه. چرا دیگه میگه نیکو و پردیس من شما رو شهر دارم، بین 2 و 8 مافیا، 10 قطعی مافیا، بین 4 هم مافیا دیگه. اینو داره خودش داره صحبت که کرده همین بوده دیگه. ببین من به نظرم 1 5 7 من 10 رو هم مافیا ندارم. 4 به نظرم تو هم نمیتونی به 10 تارگت بزنی، چون گناهی که تو با 10 کردی یکی بوده.
من اینا رو مافیا دارم. 10 میگی 2 بازپرسیه، 2 هم ممنون، میگه کار. مرسی از شما. چالش رو میدم به علی جوادی بعد از من. پریوش منو خب تارگت میکنی که خیلی اشتباهی، که من تو رو از زیر بار تارگت به من میگی شما، من خواستم کاورت کنم این بازی. چون از نظر من 10 و 8 با همدیگه آقای علی جوادی مافیا نمیشن، چون 8 گفته بود 6 رو من کاور میکنم، رفت 9 رو تارگت زد. پشت بند اون صدف چالش گرفت گفت سایت توی 6 و 9، پس نمیاد پشت بند یارش همون تارگت هایی که وقتی که پریوش رفته 6 رو کاور کرده بگه سایت تو 6 و 9. پس این دوتا که با هم دیگه یار نمیشن. رو کارت خودم باید بگم بین علی جوادی و صدف باید یک مافیا باشه. پریوش از نظر خودم میتونه شهروند باشه، پس توی 2 4 5 باید دوتا مافیا باشه از تحلیل من. آره، 5 که سیف مافیاست، 5 که سیف مافیاست، اصلا تابلو 5 سیف مافیاست. الکی شو شهروند شده اینجا نشسته. آره خانم پردیس که شو مافیاست. چون الکی شهروند شدی تو بازی اصلا نشستی، هیچ چیز شهروندی پوینت شهروندی نداری. بذار علی جوادی حرف بزنه. خب پس 5 مافیاست به نظرت، بین 2 و 4 هم مافیا هست. 4 که یار 10 نمیشه. 10 خودش داره به 2 میگه پاسپورت دوستان، چیکار می‌خوای بکنی؟ خودت هم یعنی رفتی تو ارور که این خانم شماره 8 میگه چقدر معلوم مافیاست. خانم شماره 8 پس فهمیدی 9 مافیاست چون داشته با من بازی می‌کرده. 9 رفته بیرون خونده شهروند، هنوز به نظرت من مافیام؟ حالا کارت مافیایی من میگه 10 شهرونده، خودت شهروندی، بین 57 یه دونه یار، پس 2 و 4 یارم من. یعنی چین مافیا تو ذهنت من 2 و 4. این خانم شماره 10 که داره بهت میگه شهروند داره از 4 تارگت می‌خوره، به 4 نمیگه مافیا، به 2 میگه پاسپورت. اینا همشون تو ایرورن، دکشون مافیا نداره. خب آقای شماره 7 8 شده با هم یار نیستن، بین من و 10 یه مافیاست. 10 به 2 گفته پاسپورت، خود شهروندی، 4 و 5 با هم مافیا به نظره. دیروز رای به شهروند نداده، این خانم شماره 5 مرسی. امروز رای بده 9 از بازی. چی دارید برای میگیرید؟ همتون رفتید تو ایرور، ممنون همتون رفتید تو ایرور. مشخص فکت ولید شهروندی 3 چی بوده؟ کارتش شهروند. 9 چی بوده؟ از ولید از بازی دادنش بیرون شهروند. دیروز گفتم 9 تو واسه نجنگ که یاران تارگت بزنن تو بازی، بیرون از اینجا من چی بمونه که میشه یار خودم. 2 تا شهروند داشتم ممنونم. دیگه کنم چی مافیاست با من؟ ممنونم، Next. مرسی. چالش میدم صدف صحبت کنه. ببین پریوش جان، شما که قدر نشناسی، من به تو بازپرسی رای ندادم. من مافیام، تو که واقعا قدر نشناسی دیگه. رای دادم به ساید مقابلت که میگفتی مافیاست، رای دادم به اون. بعد من مافیام. بعد آقای نیکو میتونم بپرسم پوینت شهروندی چیه شما از من بیشتر؟ من که به اون شهرونده رای ندادم. چجوری من شدم مافیا؟ چجوری؟ نه، سوالم از تو اینه که چجوری جرممونم که تو رای دادم به شهروند یکی بوده، چجوری من شدم مافیا تو شدی شهروند؟ صدف تو ذهنش این پس ذهنش پریاشو شهر داشته، 8 داشته میگفته که صادق دیسلایک. بعد چجوری توی دفاعیت فهمیدی صادق باید بره بیرون؟ تو اروری دیگه. بعد تو میگی 1 و 8 با هم دیگه مافیا. 1 و 8 چطوری میتونن با هم دیگه مافیا باشن؟ یک رأی واسپشو داده به 8، 8 هم که داره مستقیما 1 میکوبه. تو چطوری میتونی اونجا این همه مافیا تعریف کنی؟ من چالش داشتم. جان سعید، من که تو رو گفتم مافیا، گفتم 1 و 4 با هم مافیان. خب تو دیروز خودت به قول خودت کسی بودی گفتی 6 و 9 با هم دیگه تارگتن، رأی 2 دادی. خب من خودم کسی بودم که میتونستم به 6 رأی 2 بدم. پردیس چرا نمیتونم رأی 2 بدم؟ 6 دستش واسه من رأی 2 تو 3 نفر آورده بالا تو دفاعیه. من نگاش کنم بهش بگم آروم باش، من واسه تو رأی نمیدم وقتی رأی داد به من. 8 مافیا، اصلا 8 هرچی، من میدونم خودم شهروندم. دو رو من بازپرس نکردم، گفتم 2 دیروز گفت 8 و 9 ساید بازپرسی درسته، میتونه بازپرس باشه. ولی همین اگر میخواید با بازی 3 بازی کنی، 3 گفته تو 2 و 6 مافیاست و تو 8 و 9 مافیاست، پس بعد بگین 2 و 6 با هم یارن. کسی 2 و 6 با هم مافیا داره بده بیرون. 2 و 6 2 و 8 ببخشید 2 و 8 با ممنون، هم یارن. وقت شما تمام است. نیکو صحبت کن. آقای علی جوادی شما اگر گفتی 9 نزن به 3 پس چرا شات شده داداش؟ چرا 3 شات شده بابا؟ این 5 که تابلو مافیا، 5 میگه 10 مافیاست، خود 10 گفته 2 از نظر من بازپرسه، میلا جانصاری گفته 10 مافیای بازیه، پریوش یه رفته علی جوادی رو تارگت کنه. یعنی اگر 10 صدف مافیا باشه باید یاراش توی 2 و 8 و خود من باشه. به نظر شما این درسته؟ مرسی از شما. نفر بعد.
چرا درست نیست نیکو؟ تو الان بلند شدی از 10 داری کاور میکنی روزی که بعد ببین آخه تو داری الان به 5 خورده میگیری، تو الکی شهروند شدی، تو سیت شماره 7 اولین نفری بودی که 5 شهروند کردی. غیر از اینه تو خودت 5 شهروند کردی. خانم پریوش شما تو بازپرسی داشتی میگفتی ساید من در بیاد، باید اون بره بیرون که رأی داده، درسته؟ شهروندو کردی بیرون، شهروند گفته یک قطعی شهرونده. الان من دیگه کار دیگه ای نمیتونم بکنم، یک علی جوادی شهرونده، با یک علی جوادی رأی میدم. باختم فدای سرم. نفر بعد. مرسی. چالش کسی میخواد؟ پریوش صحبت کن. ببین من واقعیتش دیگه وقتی که من میگم 9 رو مافیای خودم گرفته بودم، به خاطری که اولا شهروندهایی که من شهروند گرفته بودم و اونم شهروند داشت ولی همچنان منو تارگت میکرد. از اون طرف همین یکی داشت با کارت 6 و 9 اصلا روپایی میزد، داشت باهاشون با کارت 6 و 9 بازی میکرد، وارد این سایده نشده. من یک رو میگید آقا یک شهرونده، پس کی مافیا میشه دیگه؟ منو بدید خود یکی الان دیگه کار نداره به اون سایده بین 8 و 9 که ایجاد شده، میگه 10 بره. بعد شما اصلا به این شک نمیکنید، منم میگم 10 شهروند، باز به من کار ممنون، وقت نداره. شما من تمومه. که الان مرسی. چیزام بگم 1 و 4 به نظرم این دوتا مافیای سیف هم، ولی اون سومی رو نمیدونم چی. مرسی. آقا بذار من چیزی بگم. من اولا عذرخواهی میکنم اگه بد بازی کردم، خب ولی فکر میکنم صدف میتونه شهر باشه. تنها کسی که داره من کاور میکنه اینجای بازی به نام صدفه. و آخه پریوش الان لایک میدی، امکان نداره بین تو و صدف مافیا نباشه. امکان داره. خب چین اصلا دیگه نمیتونی چینی بچینی. 5 و 7 که با هم یار نیستن، بین 1 و 4 هم یکیه. خب دیگه کی میتونه مافیا باشه دیگه؟ 1 و 4 جفتشون مافیان. خب اونا جفتشون دارن میگن تو بری بیرون. آقا من به 2 نفر رای میدم، من به 8 رای میدم، احتمالاً به 4 هم رای میدم. فکر کنم اینا باید یه مافیا باشه. فکر نمی کنم صدف مافیا باشه. حالا حرفای علی هم میشنوم. 4 هم گفته یک شهر دیگه. خانم شماره 5 شما چالش نمیخوام، چون من یه دونه شهروند دارم کارش، چالش هم برشون صحبت. ببین خیلی عجیبه صدف، تو داری میگی 8 مافیاست، این 8 داشته به مافیای من لایک میده. تو اگه منو شهروند داری مستقیم مسیرت 8 دیگه، تو چی داری نمیری 8 رو بکوبی؟ مگه میشه بین شما مافیا نباشه؟ خیلی عجیبه، من نمیفهمم واقعا بازیتونو. متوجه شدی فکتمو؟ تو خودت با پریوش داری به مافیای من لایک میدی، بعد میگی پریوش هم مافیاست دیگه. نمیشه که. خب اون مافیای تو داره به مافیای من لایک میده. شما عملا ممنونم. هر دوتون تو به مافیای من لایک دادید دیگه. تا نیکو گفت پریس مافیاست، لایک تا اینجا بالا بود. مرسی، وقت شما تمام. اصلا آقا بینتون شهروند نشسته که نمیشه که من بگم همتون با هم میگیم مافیا. عجیب حس می‌کنم 6 تا مافیا رو برون نشسته. دیروز به نظر تو 3 تا شهروند تو دفاع بوده که یه نفر با ساید شهروند بود. علی آقا صدای شما قطع شد. الان نداریم صداتو. نمیدونم چی شد، صدات قطع شد. الان صدا دارید آره بچه‌ها؟ آره، عالی عالی. برو. دیروز به نظر تو 3 تا شهروند تو دفاع بودن که یه شهروند اینجوری فشنگی رفته بیرون. اینا میگن تنها تو مافیا تو رأی دو بود. 2 تا مافیا چرا باید ریسک کنن رأی دو بدن یه شهروند از بازی بکنن بیرون وقتی جنگ شهروندی تو بازی بوده؟ ما فهمیدیم هم 6 شهروند بوده، هم 9 شهروند بوده، هم 3 که 9 داشته تارگت می‌کرده شهروند بوده. پس حتما مافیای های رنگ تو دفاع بوده. یعنی یک مافیا نه مافیای مافیا های رنگ تو دفاع بوده. یعنی بین 2 حتما رئیس مافیا نشسته. اینا دارن به هم میگن شهروند بین ما تارگت می‌زنن. اصلا مگه میشه متوجه این قضیه بشید؟ این آقای شماره 7 رو نگاه تو رأی 2 رأی داده، 10 رأی داده، 5 رأی دادن، رأی حاضر تو بازی. منو داریم می‌گردن میگیم 10 داره یه کار بد می‌کنه. به یکی دیگه از رأی 2 داره میگه شهروند میگه 5 سیفه. خب 5 سیفه 5 تا یه شهر داره. این آقای شماره 6 از بازی رفت به سایت 9 که امروز 9 بکنن بیرون. من که میتونم باشم چون دیروز رفتم 9 رو کاور کردم. پس منطقاً باید تو دهوی مافیا داشته باشی. 10 داره به میگه شهروند، به 10 میگه شهروند. چجوری اینا تو ذهن شهروند هم 5 مافیایی؟ قطعه به یقین خانم شماره 10 مافیاست. من تو ذهنم سخته بگم 8 و 10 با هم بیارن اینجوری دارن به هم میگن شهروند، ولی دیگه یه جایی به بعد میگم این قضیه رو.
مگه میشه این خانم شماره‌اش متوجه شه؟ 8 میگه 9 شهروند بدپلی بوده. اوکیه، منم بدپلی بودم، هم به 9 گفتم شهروند، هم به 3 گفتم شهروند، رفتم 3 هم شاد کردم که شما 9 بکنید بیرون، بی بالا پر بمونم بازی شما به من رای بدید. داره یه دونه یک میدید شماره 10، یه دونه یک میدید شماره 2. مگه میشه دیروز تو خیلی دفاع مافیا ممنون علی آقا، نداره این مرسی. مسئله؟ تو به نظر تو پاسپورت 10 میکنی؟ مرسی. حرفای هر هفت دوست رو شنیدیم. 3 رأی دفاع، 3 رأی خروج. از شماره 10 رأی گیری میکنم به سمت علی آقا شماره 1. رأی میگیرم برای صدف شماره 10، 4 رأی. رأی میگیرم برای شماره 8 پریوش، 2 رأی، 1 رأی. رأی میگیرم برای شماره 7 نیکو، بینگو. رأی میگیرم برای شماره 5 پردیس، 1 رأی. رأی میگیرم برای میلاد شماره 4، 2 رأی. رأی میگیرم برای پرهام شماره 2، 1 2 3 4 5 رأی. رأی میگیرم برای شماره 1 علی جوادی، 2 رأی. به این ترتیب شماره های 2 و 10 وارد دفاعیه میشن. خانوم شماره 10 اول و بعد شماره 2. بفهم. میلاد درباره داره؟ درباره هم داره، بله. درباره شماره 10 نیکو. نیکو. درباره شماره 7 نه ببخشید 2 علی جوادی. علی جوادی. بفهم. آقای علی جوادی، من که دیروز فرص رو نذاشتم روی 6، رأی هم بهش ندادم. میدونی چی مغز منو درگیر میکنه؟ 3 وقتی که شات میشه، اصلا چرا باید شات بشه وقتی که 9 باهاش تو سایده؟ از شات 3 باید یه سری شهروند بشن که ایزن خودتی، چون به محض اینکه 6 قرار بوده خارج بشه، پشتبندش قرار بوده 9 بره بیرون دیگه. پس کی پوینت 2 تا شهروندو قرار بخره؟ کسی که اون 2 تا رو با هم دیگه آشتی داده، تو شب 3 شات شده دیگه. پس من چه جوری بگم به 10 که وقتی که سه تا مافیا نشسته روز فقط من شهروند دارم میگم این فقط میتونه پوینت شهروندی داشته باشه؟ 3 تا مافیا نشستم، مگه میشه همچین چیزی؟ هیچ کدومشون تویی که رأی خروج دادی به شیشه رو تارگت نمیکنن. خب تارگت نمیکنن عزیزم. الان چیه؟ الان اینایی که منو تارگت نمیکنن توشون مافیا هست. من هر چی هم دیگه باید تحلیل کنی. ببین چون رأی 1 به 10 دادی دارم منو داد شرمندی میزنم تو ذهن. باید فکر کنی اوکیه، تو مگه به نظرت من مافیایی نیستم که رفتم پوینت 3 و 9 با هم خریدم؟ خب باید 2 تا از یارای من رأی داده باشم به 9 امروز دیگه. درسته یا نه؟ من رفتم پوینت 9 رو بردارم، یارای من باید رأی داده باشم به 9. خب من دارم تو همینایی که 9 کردن بیرون تارگت میزنم دیگه. پس سناریو ملغای دیگه. یارم رفته پوینت میگیره تو جیب من که من پوینت بگیرم شهر بکنم بیرون. من دوباره دارم خودش رو تارگت میکنم. پس منطق نداره بخوای بگی من مافیام. 10 یارم نیست، 8 یارم نیست داره تارگت میکنه، 2 یارم نیست، به 5 دارم میگم شهر 5 همه خودتو 4 یارای منی. 4 میگه چون این یارم با شرط وصیت کرده میخوام باهاش بازی کنم، تو یار نمیداری منو تارگت میکنی. پس من چین ندارم تو بازی. این خانم شماره 8 من که صحبت کردم به سر نشون میداد به علامت تایید. بعد اینکه دم اومد دفاع دوباره به من رأی 1 داده. ولش کن. 8 که معلومه با هم دیگه یاره. بین 2 و 5 دیگه مافیاست. اوکی، من به ذهن احترام میذارم، میگم تو عدم مداخله ممکنه مافیا باشه. خودت به 5 رای دادی، مگه 10 کاور نکردی؟ 10 به 5 رای 1 نداده. تازه مافیا قطعی داشته 5 کاور میکرده. بعد چیکار میکرده؟ بعد تو بازی میکرده دیگه. مرسی علی آقا، وقت شما پس تمام. دیگه شستم شهروندی دیگه خبر فهمیده باشید. خب من به 5 و اصلا به هیچ کی رای ندادم که 3 نفر تو دفاعیه نیاد. 4 میلاد جان استایی رو با من می آوردید دیگه. خب من الان پرهامم اونقدر مافیا ندارم، 2 تا شهر آوردی. نیکو چرا رأی 1 به من دادی؟ الان واسه چی رأی 1 دادی؟ به گفته خود آقای علی جوادی دیروز توی 5 تا رأیی که یک شهروند آورده که بودن 1 3 4 9 و 10 یه دونه مافیا بوده. خب خود آقای علی جوادی من و پریوش رو مافیا داشته، ولی تصمیم گرفته که رأی 5 هم بده دیگه. اینجا یه رأی اضافه هم به صادق بده ولی فهمیده من مافیام این وسط. خب من خودم از پی او وی خودم نگاه کنم، چرا باید یه شماره 5 به من یه رأی 1 اضافه بده که من بیام تو دفاعیه؟ پس شما که امروز چالش هم میدی 5 شهروند قطعیانه 1 و 5 رو با هم مافیا دارم. 4 هم که داره فقط تارگت رو من شارژ میکنه. پس من میگم من خودم پریوش نیکو و پرهام اینجا شهر میشینیم. پرهام رو من هنوز مافیا ندارم، ولی اگر الان با من تو دفاعیه
دفاعیت نمیدونم دوتامون با هم شهر باشیم که باختیم تموم شده، ولی اگه تو دفاعیت پرهام بره بیرون من ندارم، شما در آوردین اصطلاح مثبتشو دارید نمیدونم بره بیرون من ندارمش، من فقط بازپرس دارمش تو ذهنم. من مافیا نیستم، ولی اگه میخواید بازی تموم شه من رأی بدید. من به مرسی. تارگت هم رأی 2 دادم، هم 6 ممنون. بوده هم 9 بهش رأی بازپرسی دادم، به اونم رأی 2 دادم. از همینجوری نیومدم رأی بدم مثل پردیس که راجع به خودم حرف نزدم رأی 1 بدم یا علی جوادی رأی 2 بده به صادق. من کار اشتباهی نکردم تو بازی. آقا من میلاد جان نثاری میشنم رو. آقا من نمیدونم حرفای صدف من میشنم، به نظرم شهروندیه و حتی پریوش وقتی 1 و 4 به رأی نمیدم به نظر من تو هم شهروندی، چون تو داری اونها رو با هم چین میکنی و اونها حتی به رأی 1 هم نمیدن. من دوست داشتم حداقل ساید دوم بازپرسی بازی، چون به نظر من صدف بازی شهروند میتونست باشه. تنها کسی که داره من کاور میکنه صدف، بعد همون رو من بشم مافیا. دلیلی که میگم چرا به صادق من رأی دادم، هم به من رأی 2 داد، هم گفت صدف و تو با هم مافیایی، که صدفم به نظر من شهره. آقای نیکو به من رأی نده، به نظر من شهروندی. اگه من از بازی رفتم همون بین 1 و 4 دنبال مافیا بگردید. به نظر من هم 8 میتونه شهر باشه هم 10 میتونه شهر باشه. مرسی ممنون. خب دفاعیت هر دو دوست رو شنیدیم. شما دو دوست به هم دیگه حق رأی ندارید، لطفا نظاره‌گر باشید. از خانم صدف رأی گیری میکنم، بعد آقای پرهام. رأی مجدد میگیرم برای شماره 10 4 رأی. رأی مجدد میگیرم برای شماره 2. خانم صدف وصیت. من خیلی دوست دارم بدونم ببینم بین پردیس و نیکو کدومشون مافیا بوده، چون 1 و 4 که مافیا بودن، بین پردیس و نیکو میخوام بدونم که اون یکی مافیاه کی بود. بازی تموم شد دیگه، من شهر بودم. مرسی، دوربینتون ببندین. ممنونم. گادفادر لایک بده. گادفادر. شیاد شماره 2 آقای پرهام و ناتو علی آقا جوادی. بله مافیا کلینشیت بود. دوستان میتونید دوربینتون رو باز کنین. بازی خیلی قشنگی بود. چی مرسی. داری میگی؟ به یک داری ضبط رو لطفا ببندید خانم پریوش. ضبط رو